افتضاح میشه تربیت سگت اگه این کارا رو انجام ندی. صفر کن، فراموش نکنی. اولیش اینه که مهمون اومد بند و قلادش کنی که به مهمونا نپره. اگه این کارو زیاد انجام بده عادت میشه و کارمون سخت میشه. از مهمونا بخواین که وقتی اومدن وارد خونه شدن چند دقیقه اول با سگتون بازی نکنن، نگاه نکنن، صحبت نکنن و این کارا رو حتما انجام بدن. موضوع بعد این که وقتی به مهمون واق زد به هیچ عنوان بغلش نکنین. تایید مثبت میگیره، دفعه بعد انقدر واق میزنه تا بغل بشه، فکر میکنه کار درست رو داره انجام میده. اگه داری میری مسافرت بیرون خونه به هیچ عنوان سگت همش تو بغلت نباشه. این کارم باعث میشه سگ احساس مالکیت به شما پیدا کنه، یا ترسو بشه یا اینکه نذاره کسی نزدیک شما بشه و ناهنجاری پیدا کنه. موضوع بعدی اینه که بیرون خونه از خطر حفظش کنیم، ولی اگه یه بادکنک ترکید یا یه موتور ماشین رد شد و سگمون ترسید، اون لحظه بهش تایید مثبت ندیم، نگاش نکنیم، صداش نکنیم، نوازش نکنیم، بغلش نکنیم. این کارا رو انجام ندیم و کاملا بی‌توجه باشیم. اگه هر کدوم از اینا رو انجام بدی سگ فکر میکنه کار درست رو انجام داده، دفعه بعد این کارو انجام میده تا تاییدیه بگیره. لایک کن، بفرست برای کی که سگ داره و اگه میخوای مربی سگت باشی یه نگاه پیجمون